سلام بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که مستقیم از استودیوی رادیوی آزادی از پراگ تقدیم شما می شود. امروز 6 می است و در برنامه این موضوع ها را داریم. بدادگری طبیعت در تاجیکستان، سیل سببی هلاکت 3 نفر شده، به ده‌ها خانه و زمین در گوشه های کشور ضرر رسانده است. دردسر و مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر می شود. چند شهر و ولایت دیگر هم تاکسیرانی را برای مهاجران منع کردند. این حالی فهمیش اوچرات جنگ جنجو تماشاش کرد. و مقامات اسرائیل از فلسطینیان خواسته است خانه‌هایشان را ترک نموده بخشی از رفح را خالی کنند. بدادگری طبیعت در چندین شهر و منطقه تاجیکستان از دیروز تا امروز ادامه دارد. بنا به اطلاع رسمی در پی باران و سیل 3 نفر از جمله یک زن 20 ساله در سوخت فوتیده است. در عکس و نوارهای زیاد دیده می شود که زنان و کودکان را از زیر آب و لای بیرون می آورند. همکاران ما هم از چند محلی از سیل آسیب دیدن کرده و از حال ساکنان پرسان شدند. بارانگری‌های شدید به چندین دهه ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه خسارات وارد کرده است. اینجا ساکنان دهه گلباغ جماعت چهارباغ از دهشت و پیامدهای سیل شکایت دارند. دینا سحر ساعت 6 سحر آمدیم خکدیم کودکامون امی دستاشون گرفتیم پریدیم خانه برمدیم به خانه و به در مزن تنهایم شوهر ندارم 3 تا فرزند در اختیارم نمیدونم دیگه چیکار کنم کجا برم. جنابی عالی ببینه این وضعیت ما را ببینه یا یارده همه چیز را نمیتونیم. این استودنت مانی سحر نتونست درس بره دیگه یگان چی نیافتیم غیر همین لباسی که بدنمون برآمدیم رفتیم دیگه یگان چی نموند در خونمون. خونه‌های چپا کرد. همینجا یک جای آبادتر برن اینجا ما هر سال آباد کنیم آباد کنیم مثلا ما کجا میریم خط فرزندمون. سیل در این دهه ساعت صبح 5 می درآمد. چندین خانه را کاملا ویران کرد. توز را یگان چی نشده ادیر تا خوبه در ادیر چند خو میری داخل کی بچم در بارون چند خو میری نه من نیشمو چند قدر خو میری بچه جان نه خودت گپ زن این زنا کاملا دوره همیشه اوزای من کجا میبریم. از 62 خانه این دهه بیش از 30 خانه آن ضرر دیده است. رئیس محله از بی‌توجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری‌ها با مردم نیازمند شکایت دارد. این خالی چیوش کمکوش گوی یگون چی چکن نشتگی یگون چی همه چی مقصد کمکی که میشه نمی همسایه که خونه‌شون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چون نیست می خلق. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگویند از لحظه‌های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری‌های لازم را میرسانند. این حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تأسیس داده شده از جانب کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است. سیل همچنین به جماعت هممرز لوچوب این ناحیه نیز خسارات رسانده است. یک پل ماشین‌گذاری مهم را ولنگار کرده است. راهی 5-6 دهه این جماعت را به سمت دوشنبه حالا بسته است. باران و آبخیزی‌های 2 روز اخیر در ولایت سوخت، ختلان، بدخشان و ناحیه‌های اطراف دوشنبه خسارات زیادی وارد کرد. رو می‌آوریم به روسیه. منع محدودیت‌ها در کار و زندگی مهاجران تاجیک در این کشور ادامه دارد. اخیراً در ولایت کورسک هم مهاجران را از حق تاکسیرانی محروم کردند. گوبرناتور ولایت گفته است 82% مردم خواستند مهاجران راننده تاکسی نباشند. در نوسیبیرسک هم کار مهاجران در تاکسی و برخی از مغازه‌ها منع شد. دریافت پتنت و سندهای ضروری هم اکنون برای مهاجران سخت‌ترین کار است. برخی میگویند دیگر راه بجز ترک این کشور ندارند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. این حالی فهمیش اوچرات جنگ جنجو تماشاش کرد. این ایرو 3 مای چهارم بار اومای سمپاتی نمیگیریم یا نه حالی واپروس. بر ضمن این همه دردسر در بیشتر از 10 منطقه روسیه تاکسیرانی برای مهاجران را منع کردند. مقامات شهر و ولایت‌هایی که این محدودیت را جاری کردند میگویند هدف تامین امنیتی مردم است. چند پیش این خبر را فهمیدیم. اکثری تاکسیران‌ها نمیدونند که چی کار کنند. بعضی ها رفتند. بسیاری ها بر این فکرند که دیگر در اینجا امکان کار کردن نیست. من حالا کارم را ادامه میدهم. در تقدیرم هر چی باشد میبینم.
نمایندگان جمعیت قرقیزها در نوسیبیرسک میگوید که محدودیت به شهروندان قرقیزستان ربط ندارد. پاتنت آلغان محدودیت به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که با پتنت کار میکنند دخل دارد، ولی ناظران همه را نگه میدارند و میگویند روس نیستی چرا تاکسی میرانی، تو حق نداری. دیروز 2 نفر را بازداشت کردند، یکی را صبح آزاد نمودند. راستی کار در تاکسی خیلی مشکل شده است. میگویند خدمات تاکسی فایز خود را بلند میبرد. اگر چنین شود دیگر کار در تاکسی برای ما معنی ندارد. این مهاجر قرقیز 6 سال است که در نوسیبیرسک تاکسی میراند. به گفته او توجه پلیس روس از اول به مهاجران زیاد بود، ولی بعد از حمله تروریستی در کراکوس تفتیش و نظارت سخت‌تر شد. قبلا در راه منع میکردند و اگر سندها درست میبود زود جواب میدادند. حالا به شعبه میبرند و اگر بیگاه برند راننده را تا صبح دیگر و تا آمدن همه کارمندان شعبه نگه میدارند. مقامات روسیه گفتند که در بیشتر از 10 شهر و ناحیه‌های روسیه از جمله در ولایت ورانیش و کامچاتکا به نزدیکی جلبی مهاجران به کار در نقلیات جمعیتی از جمله تاکسیرانی منع می شود. در ولایت‌های تولا، کالوگا، چلیابینسک و یاخوتیستان و حتی در کریم اشغال شده کار مهاجران را در ساحه تجارت منع کردند. اگر چنین ادامه کند من احتمال به قرقیزستان برمیگردم. بسیاری ها چنین فکر دارند. از اینکه در کشوری بیگانه عذاب کشی بهتر است آن را ترک کنی. آخر سال گذشته یاندکس تاکسی گفت که در این شرکت 80,000 راننده نمی‌رسد. یک سبب را کاهش تعداد مهاجران کاری گفتند. حالا به باور کارشناسان محدودیت‌های نو نارسایی نیروی کاری در روسیه را بیشتر می‌کند. و 3 روز پیشتر از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان درباره احوال مهاجران تاجیک و مناسبت بد مقامات انتظامی روسیه با مهاجران صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه روز 3 می خبر داد که پوتین در صحبت گفته است بعضی از نیروها می‌خواهند به طور صنعی مسئله مهاجران تاجیک در روسیه دامن زده به رابطه‌های دو کشور آسیب رسانند. بعد حمله تروریستی در ماه مارت به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو بدرفتاری با مهاجران تاجیک بازداشت و اخراج آنها زیاد شد و صدها شهروند تاجیکستان را در فرودگاه‌ها نگه داشته به روسیه راه ندادند. و از تو به جای رسید که حکومت تاجیکستان اعتراض کرده به سفیر روسیه گفت که مناسبت دغلانه با شهروندان تاجیک را بس کنند. اخیراً وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان هم از شهروندان خواست موقتاً به روسیه سفر نکنند. مقامات اسرائیل به قسمتی از فلسطینیان مقیم شهر رفح گفتند که خانه‌هایشان را ترک کنند که این را آمادگی اسرائیل به حمله به این شهر می‌دانند. در این شهری هممرز با مصر بیشتر از 1 میلیون فلسطینی بی‌جا شده پناه بردند. مقامات کشورهای غربی و سازمان‌های امدادی از حکومت اسرائیل خواسته بودند که از حمله به رفح خودداری کند. اسرائیل میگوید هدفش محو سازمان تندروی حماس است. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد. نصف روزی دوشنبه 6 می بعد نشر گزارش‌ها درباره حمله ارتش اسرائیل به منطقه غزه، ترکش‌های پیهم در شرق شهر رفح به قید گرفته شدند. تلویزیون الاقصی که به سازمان حماس مربوط می‌باشد، گزارش می‌دهد که چند پیش از آتشباران ارتش اسرائیل به ساکنان محل‌های گرد و اطراف دستور داده بود که از منطقه بیرون شوند. گفته می‌شود اسرائیل با واسطه پهن نمودن ورقه‌ها، پیام‌ها و صحبت‌های تلفنی از فلسطینی‌ها خواهش کرده بود به منطقه امن که در 20 کیلومتری قرار دارد انتقال یابند. نزاع اخیر اسرائیل و حماس که در امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی ارزیابی می شود، 7 اکتبر سال گذشته آغاز یافت. سلاح به دستان حماس در یک حمله غافلگیرانه بیش از 1200 اسرائیلی را به قتل رسانیدند. در این عملیات
طبق گزارش‌های اسرائیلی 252 نفر گروگان گرفته شد. در عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه که پس از آن شروع شد، طبق اطلاع وزارت بهداشت حماس بیش از 34600 نفر کشته شده، 77000 نفر دیگر جراحت برداشته است. تنها در 24 ساعت اخیر در غزه 29 فلسطینی به قتل رسید. روز 6 می در صحبت با خبرنگاری ریترز، ساکن رفح ریم قشته گفت یکی از فوتیده ها طفل 6 ماهه هنی قشته است. این طفل در دوره جنگ تولد شد و به قتل رسید. ابتدا 23 اکتبر مادر، پدر، خاله و جیانش کشته شدند. خاله و عمکم او را تربیت می‌کردند. دیروز آنها نیز به هلاکت رسیدند. به قول همصحبت‌های ریترز، همینطور تمام اعضای این عائله از بین رفتند و کسی نمانده است. اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. در پایتخت اوکراین که 2 سال باز شاهد حمله بیرحمانه روسیه است، گروهی از تاجیکان از قهرمانی یک زاده تاجیکستان یاد کردند که 81 سال پیش برای دفاع از خاک این کشور کشته شده است. از پایان جنگ بر ضد آلمان فاشیستی که صدها هزار تاجیکستانی در آن شرکت داشتند امسال 79 سال گذشت. تاجیکستانیان مقیم کیف به زیارت گور سیدقول توردیف، قهرمان عالی اتحاد شوروی رفتند. همکارم مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کرده است. دعا در حق تاجیکی که برای آزادی کیف در اوکراین کشته شده است. 81 سال پیش در سال 1943 سیدقول توردیف فرمانده واحد نظامی ارتش شوروی در جنگ ضد آلمان فاشیستی بود. پس از مرگ با او برای سهمش در راندن فاشیستان از کیف عنوان قهرمان شوروی دادند. او را در آرامگاه بایکووی کیف به خاک سپردند. سیدقول توردیف تا جنگ در تاجیکستان شوروی منصبدار بود. روز 3 می تاجیکان مقیم کیف به این آرامگاه رفتند. ما کوشش میکنیم بین هموطنان این گونه کارها را بریم، آنها دانند درباره قهرمانی های نمایندگان ملت خود، نمایندگان جمهوری خود. این برای ما بسیار مهم است. ما به همین خاطر در این جمعیت اکثرا هموطنان مقیم اوکراین را دعوت کرده بودیم و در اونجا اونها بعضیشان اقرار شدن که در این آرامگاه دوره اول بودن، نمیدانستند که هموطنشان در اینجا قهرمانی کرده و به خاک سپرده شده است. 8 و 9 می را در اکثر کشورهای دنیا همچون پیروزی به آلمان فاشیستی جشن میگیرند. گمان میرفت دیگر چنین جنگ در اروپا تکرار نخواهد شد. ولی سال دوم است که این روز را در اوکراین زیر موشکباران روسیه تجلیل میکنند. هجوم بدلیل روسیه به اوکراین تجلیل این جشن و اهمیت آن را زیر سایه برده است. پوتین گیتلر چی ندارد، یکم فرق ندارد. بارکنید. گیتلر سلاویانو را چون ملت چون خلق حساب نمیکرد. گیتلر سلاویانو را، روسیه اوکراینسو را چون خلق حساب نمینماید. واقعیت شده است که این کارا رو فاشیستا کردگی نبودند. وقتی که ما مرده ها رو یافتیم، آدما رو در گاراژها محکم کردگیان. تمپراتور مینوس 15 گراد بود، آدما در گاراژها مردگیان. دستای آدما رو با سیم بستگی کپوت تیر زدگیان. این یک علامتی فاشیستی است. جنگ دوم جهان سال 1939 آغاز شد و سال 1945 با شکست آلمان فاشیستی به پایان رسید. در این جنگ از اهالی 1 میلیونی تاجیکستان حدود 300,000 یعنی از 3 نفر شرکت کرد. حدود 100,000 تاجیکستانی در این جنگ کشته شده است. و یک خبر، کوانتیک بیشیمبایف وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان که در کشتار همسرش متهم می شود 6 می آخرین خود را ارائه کرد. وزیر پیشین اقتصاد ملی قزاقستان آخر سال گذشته با گمان قتل همسرش بازداشت شده بود. به بیشیمبایف تا 20 سال زندان یا حبس ابد تهدید می کند. در همین جا برنامه به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید می توانید به ما بنویسید. تحقیق می کنیم. اگر درست بود حتما نشر می شود. تلفن های ما را در وبسایت و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی دارید. خدا نگهدارتان.